basically give you my story on how I accepted Islam. اسم من شکیله. میخوام داستان شروع اسلام آوردنم واسهتون بگم. در واقع زمانی که خیلی جوان‌تر بودم، حدود 12 سالگی، بدون هیچ راهنمایی مسیحی بودم، اما با این حال اعتقادی به عیسی مسیح و این راه نداشتم. در واقع به نوعی هیچ دینی نداشتم. چند سال بعد به سمت قرآن رفتم. کتابایی رو هم که مربوط به بودایسم بود مطالعه و آنالیز می‌کردم. این کتابا تجربه برانگیز بودن. در کنار این قرآن رو هم کم کم می‌خوندم و امیدوار بودم. قرآن کم کم من رو به خودش جذب کرد و نفسم رو پاک کرد. با این حال آگاهی زیادی در مورد مسلمان‌ها و اسلام نداشتم. یه روز به صورت اتفاقی 2 مسلمان رو دیدم. یکی از اونها اسمش ناصر عبدالقاسم بود. اون ازم پرسید هدف تو زندگی چیه؟ منم مثل دیگرون گفتم دوست دارم درس بخونم، سر کار برم و زندگی روزمره خودم رو داشته باشم. تو جواب بهم گفت هر کسی تو زندگیش هدفی داره. اون به صورت مثبت و نه به شکل منفی از اسلام واسم گفت، از نماز خوندن واسم گفت و اینم برام خوند سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. این واسه من خیلی زیبا بود. اسلام دین ثابت و راحتیه. این داستان ورود من به دنیای اسلام.